باش مهدی، میدونی من برای چی به دنیا اومدم؟ به خاطر اینکه رنجا بی صاحب نمونه. داشتم ناراحت میبینم حالم خرابه. میشه از این حالت در بیای؟ داداش من دقیقاً مثل اون نخ سیگاری هم که وقتی مردم غم و قصه دارن یاد من میفتن و میان سمت. اصلا خبر داری چقدر دلتنگتم بی معرفت، مگه چی میخواستم ازت؟ ولی اینم در نظر بگیر که من خیلی دوستت دارم. خفه شو لطفا، خستم کردی. فرنوش چی گفتی؟ حامد برو گم شو دیگه. وقتی یکی اخلاقش باد بد میشه اینو بدون که یه جای دیگه اخلاقش خیلی خوب شده. یک دنیا حرف و یک خیابان پر از دلتنگی، من به تو باختم. داش حامد 4 گرم چیزی نیست دا. داش مهدی اگه طلا باشه خیلی با ارزشه. 4 میلیمتر هم کم ها. داش مهدی اگه سنگ کلیه دب کرده باشی میدونی که خیلی بزرگه. تعریف بزرگی و کوچیکی توی شرایط مختلف توی ذهن ما با هم